شهر هرکی آقا، مردم تن به قانون نمیدن. متعاقب درگیری و جنایت در مراسم تعزیه، در فرمانداری شورای امنیتی تشکیل جلسه میدهند. آقای احسان مورد مؤاخذه قرار میگیرد. نمی کنید آقا، تفره میزنید. ژان که برای انتقال اشیاء تاریخی مکشوفه به سامان آمده است، از پیشرفت عملیات حفاری تونل بازدید به عمل می آورد. مردم نباید از این جریان خبردار بشن، چون در اون صورت همه زیر منازلشون رو حفاری میکنن. کریم که به حکم مسئولیتش نسبت به همه مشکوک است، با تظاهر به ساده لوحی به تفتیش عقیده امیر توکلی میپردازد، در حالی که امیر برای کمک به محمد علی و صدکبر و تعزیه گردان با او گرم میگیرد. اینجا نمیشه براشون کاری کرد؟ آیه وطن پرستینا همشهری هن. حالا دارم یه کاری براشون میکنم که همینجا محاکمه‌شون کنم. خسته شدم ژان. تهران هیچ کس بهم کمک نکرد. خانم مستشار نیام مضایقه کرد. در دفتر فرمانداری محلقا سرخورده و ناامید از جلب حمایت شادی و مادرش در کمک به آزادی سمسام با ژان درد دل می کند و از او کمک می خواهد. جناب فرمانده. چیه؟ چی شده؟ ورود غافلگیرانه کریم به دفتر و تبسم آمدانه و معنیدارش خشم ژان را برمی‌انگیزد. دختران آقای مؤید به بهانه دوختن لباس تازه، اما با نیت جلب عالیه در وساطت بین آنها و دو کاسب شلاق خورده به خیاطخانه می‌روند، در حالی که جوهر آنها را تعقیب می‌کند. با سررسیدن کریم دخترها سریعاً می‌روند. کریم که هنوز کینه ژان آزارش می‌دهد، برای عالیه قدرت نمایی می‌کند. از دست اون موسیو ژان پدر سوخته دزد فرانسوی کفریه. وقتی که نمیدونه با کی طرفه. به من میگن کریم. 100 تا مثل اون حریفم. کریم با ارسال یک نامه پاسگاه بین راه را در جریان انتقال اجناس عتیقه توسط ژان قرار می‌دهد. اگرچه شادی صادقانه دستور اداره سیاسی مبنی بر منع کمک به آزادی سمسام توسط مادرش را توضیح می‌دهد، اما محلقا باور نمی‌کند و با ژان در تهران قرار می‌گیرد. شما تشریف بیارین تهران. من قول میدم ظرف 3-4 روز آینده حتما آقای سمسام آزاد بشه. توقیف محموله عتیقه‌جات به توسط ژاندارمری بین راه چنان ژان را غافلگیر می‌سازد که با تکبر و غرور فریاد می‌زند: به اینا دست نزن، به منم دست نزن. زرینتاج بدون اطلاع از استراق سهم توسط اداره سیاسی تلفنی از خانم مستشارنیا برای آزادی ژان استمداد می‌طلبد. ژانی تحمل زندان‌های قرون وسطایی این مملکت رو نداره؟ آره؟ اما در سامان طبق حکم صادره به توسط قاضی جدید سامان، پرونده متهمان برگزاری مراسم تعزیه به دادگاه تهران ارجاع می‌شود. ما می‌خواستیم که ژان و سفیر فرانسه بفهمن که اقداماتشون در این کشور از دید ما پنهان نمیمونه. فرخ در ملاقات با سیمسون به او اطلاع می‌دهد که شاه سفیر فرانسه را به حضور نپذیرفته است. عجیبه، تو دفتر شما خواستیم بهش سخت نگذره. اگه با جوانشیر کنار بیای میتونی فردا نهار رو تو خونه با زرینتاج جشن بگیری. چه معامله؟ با تو از قضیه سمسام و محلقا میکشی کنار و با عتیقه ها میری فرانسه. 6 ماه تو این کشور نباش. آذبی الله که دعوتنامه رسمی جهت شرکت در جشن حمایت از فرمان شاه را دریافت داشته، به حجره میرزا رضا می رود. میرزا در سکوت وسایل شخصی و کتابهایش را جمع آوری می کند. از سوی دیگر کریم شخصاً دعوتنامه میرزا رضا را جلوی منزل به او می دهد و بار دیگر او را به تمکین از حکم شاه توصیه می کند. از تهران امریه اومده که بهتون سفت و سخت بگیرن. خلاصه مماشات نمی‌کنن. تمکین کنن. شما حق همشری بودن رو به جا آوردید. در خانه فروغ با صدا و لحنی محزون متن دعوتنامه را که حاکی از هشدار جدی است برای میرزا رضا و مرثا خانوم قرائت می‌کند. با وجود اینکه میدونن خونه نشین شدم، عین این دعوتنامه رو توسط تهمینه برام فرستادن.
آقا جون عجلتون رو ضایع نکن. چه عجلی. سلام. آقا سلام. خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید. خیلی خوش آمدین قربان. آقا کریم. بله بفرمایید داخل. بفرمایید. اینجا بده. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. سری چایی بجو. خیلی لطفاً. میگم این آقازاده و صبیه شما خیلی با این آقاتی شدن. چی جریان؟ چه عرض کنم که نگفتنم بهتره. میگم اینا هر بلایی میخوان سر ما در برن. سلام. محلقه Où es-tu محلقه Tu es en train de jouer Oui, je suis là. ترسیدم برات. کجا بودی؟ N'aie pas peur. آخه من یه هفته به خاطر تو توقیف شدم. میدونم. حسابی تو دردسر انداختم. ولش کن. بریم. Je t'en prie. Merci. عجیبه. این گوجه ها به این خاک و سرزمین که میرسن اینقدر خوشمزه میشه. من که عاشقشون هستم. جان تو میگی یعنی کی میتونه بهم کمک کنه؟ هیچ کس جز سرپاس مختاری. سرپاس مختاری؟ همه ازش میترسن. من چطوری میتونم ببینمش؟ برای دیدن سرپاس باید موسی و جوانشیر رو ببینی. موسی جوانشیر دیگه کیه؟ رئیس اداره سیاسی شهربانی. دفترش پلاس حسن آبادی. همون میدون حسن آباد خودمون؟ آره. خب اگه نشد چی؟ میشه از من نشنیده بگیر. همه آدم رو میشه خرید. فقط قیمتشون فرق داره. خب خیلی خوب. هر چی بخواد بهش میدم. بازم میگم آخه سمسام برای تو چه ارزشی داره؟ بذار تو زندان بمونه و بپوسه. اصلا موضوع این حرفا نیست جان. من اگه بهش کمک نکنم مردم برام حرف در میارن. میدونی تو ایران از همه چی مهمتر آبروئه. تو فقط یه بار میتونی موسی و جوانشیر رو ببینی. اهل چونه زدنم نیست. اگه به نتیجه نرسی دیگه امیدی نباید داشته باشی. خودت هم به خطر میافتی. من برای چی؟ میکشنت تا شاهدی وجود نداشته باشه. تو کم خواه. پس به این ترتیب جوانشیر خیلی مهمتر از سر پاسه. سجست همیشه همینطور. موسی و جوانشیر کلید ورود به اتاق سرپاسه. به من دستور دادن که برگردم فرانسه. چی؟ برگردی فرانسه؟ فقط برای چند ماه دوباره برمیگردم. سولامنت پراتی. پایان شب سیاه سپید است. بعد از آزادی سمسام همه چیز تموم میشه. من دوباره برمیگردم پیش تو. به شرطی که تو از سمسام جدا بشی. به من اعتماد کن. لعنت به تو سمسام. غیر از زجر و آزار و اذیت هیچی واسه من نداشت. هیچ.
آقای توکلی، آقا مشرف فرمودین. خانم چرا تشریف نیاوردن؟ کسالت دارن، مهیام نبودم. انشاءالله اغماض میفرمایید. خواهش میکنم. عرض کنم که آقای تدین بازم استنکاف کردن ها. توصیه میکنم ایشون رو به تمکین از قانون متقاعد بفرمایید. والا ایشون بنده رو متقاعد کردن که به این مراسم بیام. حالا چرا خودشون تشریف نیاوردن بنده بی اطلاع. بسیار خوب. امیدوارم در مراسم بعدی با خانم تشریف بیارید. با اجازه. مرحمت زیاد. خداحافظ. خوش آمدید. فراموش نکنید لطفا. جناب فرماندار، این حکم دادگاه قاضی صادر کرده. حکم توقیف میرزا رضاست. حکم توقیف میرزا رضا؟ بله قربان، مثل این که چاره ای نیست. اگه دست کنیم برای خودمون هم گرون تموم میشه. آبجی بیا. چیه داداش؟ میرزا رضا رو میخوان توقیف کنن. چی؟ از کجا فهمیدی؟ حالا فهمیدم دیگه. خیلی خوب باشه. فعلا به کسی چیزی نگو تا بعد. باش. خب میگفتی؟ داشتم برات میگفتم. نمیدونی چقدر خوشحال شدم. چرا؟ بالاخره آقا جونم اومد اینجا. هی حواست کجاست؟ میگم چطوری یه ارکستر تشکیل بدیم. ارکستر؟ مگه میشه خانم اونم تو این شهر؟ هی کلک. بیا بریم پیش شادی خانم مینا. نه دارن حرف میزنن. یه موقع خیال میکنن داریم فضولیشونو میکنیم. نه بابا بی بریم. نه یه دقیقه صبر کن. من مطمئنم هستن کسایی که توی شهر دایره و تنبک و کمونچه میزنن. بله هستن، ولی اینا مطربای محلی ان. تو عروسی و ختن سرون میزنن. ولی اونا باید اونا رو بیاریم پیش خودمون. من بهشون نوت یاد میدم. بعدم تمرین و هماهنگی و همنوازی رو یاد میگیرن. وای نمیدونی چه لذتی داره. بله لذت داره. ندیدی مردم امروز با چه عشقی ما رو تشویق میکردن؟ حالا تصور کن اگه یه ارکستر چند نفره باشیم چی کار میکنن؟ وای خدای من محشر میشه. من که از خدامه، ولی چشم. میرم پی مطربای شهر. مرسی. به نظر من تو نباید مدرسه علی نقی خان وزیری رو رها میکردی. والا به هر حال مقدورات نبود. میفهمم. اجالتا از موسیقی غفلت نکن. شاید من بد کمکت کردم. حتما مرسی. مرسن خوبی بود داداش نه؟ بله. کارتون خیلی عالی بود آقای توکلی. خواهش میکنم خانم سرابی. فهمیدی چی گفتم؟ هر کاری اینا میکنن میخوام بهم بگی. باشه حواست باشه. یک سو همه جا سیاه غم و درد و آب شرار گمان، یک سو همه جا سپید پیام نوید بهار امشب شب التهاب شکست حباب گذر از سراب، یک مرد مهیای جنگ در این شهر رنگ سر ناموننگ. میفهمم چه عذابی میکشی رضا. میفهمم با کاری ازم بر نمیاد. تا از
از نور عشق ماه جان روشن است در تاریکی ها نبینم اینطور تو لک بری پسر روشن است در دیوونه شو کن بشنو از عاشقان گاهی باید مرد تا شوی جاودان تا شوی جاودان. هیچ مسلمانی رو مستاصل نکن. همه مردم گرفتاره. خدایا تو رو به کلام مقدست، تو رو به شأن نزول آیاتت، به احترام و اعتبار پیامبرت منو پیش مردم خور و خفیف نکن. یا جونمو بگیر یا سرافرازم کن. ای خدای بزرگ. آمین آمین یا رب العالمین. صلی علی محمد و آل محمد. بوی پدر خدا بیامرزت اومد. ماشاءالله ماشاءالله. بر چشم بد لعنت. عروس گلم بی زحمتی خود اسفند بریز تو سماور. چشم خانم بزرگ. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب مادر جون، امری اوامری با منده ندارید؟ نه اوا آقا جون بیاین دیگه. که آفاقی امروز از من زودتر حاضر شدی. عجله نکن مادر. عجله کار شیطونه. برو به سلامت. خیر پیش. ما هر روز شرمنده شماییم. مادر جون خداحافظ. به به، بالاخره یه روز زودتر از پدر آماده شدی. اونم روزی که دل مادرت شور میزد. خداحافظ خانومی. به سلامت. وای آقا جون اینا کیه؟ برون باش کسی. آقا جون چه خبر شده؟ چیزی نیست بابا جون، نگران نباشه. برو خانوم.
فرو خانم. بله آقا بفرمایید. میگم شهربانی چیا در خونن. گفتم خبرت کنم. گمونم اومدن سراغ من. ای وای خدا مرگم. چی شده ننه؟ ای داده بر من. دیدید آقا بی خود دلم شور نمیزد. نرید بمونید توی خونه. بمونم خونه؟ بیفایده است. اینا سمشتر از این حرفان. چه بمونم چه نمونم میان میبرن. من میمیرم آقا. چی میمیرم؟ هممون میمیریم. باید توکلت به خدا باشه. به خدا میمیرم. شما خودت گفتی مرگ یه بار شیونم یه بار. ما رو حرف شما حساب کردیم خانوم. بیا تو. نه بیا شهربانی نه کسی رو واسطه کن. هر چی خدا بخواد همون میشه. مواظب آفاقی باش. اون بیشتر از همیشه احتیاج به محبت داره. حالا محبتش دو جانب است. اگر کار من طول کشید تا ماه سفر صبر کن. بعد از ماه سفر آسیه خانم از عزا در بیار. گریه نکن عزیزم، گریه نکن. جلسات قرآن رو برگزار کن. فکر و خیال اضافه هم نکن. بالاخره نوبت ما شد مادر. پسرتو دارن میبرن. برو ننه، سر بلند برو. دست علی به همراهت. اول خدا بعد جدت نگهدارت باشه. بالاتر از سیاهی رنگی نیست ننه. خداحافظ. سلام آقای تدین. سلام علیکم و رحمت الله. صبح عالی بخیر. گلمون زهید. میگم آقا میرزا چه روزی هم عمامه گذاشتی؟ روزی که حکم توقیفتو دادن؟ قرار برای شما که توفیری نداره، چه با عمامه چه بی عمامه. شما اومدی بازداشت کنی. خب به وظیفتون عمل کنی. پیش بچه ها؟ این درسته؟ من نمیفهم تو چرا لجبازی میکنی آقا میرزا؟ مسلمون که هستم، ایرانی هم هستم، نگو نیستم. شجر نامچنبر میگرده به 1000 سال قبل. سادات حقوق بگیر و مواجب بگیرم که نبودن. آمیرزا برگردید منزل. برگردید تا منم بهانه‌ای داشته باشم بگم نیومد بیرون. مرد باید صبح از خونه بیاد بیرون، بره دنبال روزی حلال. شما عیال منو خونه نشین کردید. توقع دارین منم برم کنج خونه؟ نه آقای نیکوکار، نه. پس اون عمامه رو از سرت بردار. والا من عمامه رو به دستور شما سرم نذاشتم که با دستور شما از سرم بردارم. اگر قرار بود به دستور شما بردارم اصلا سرم نمیگذاشتم. حرفی میزنید بگدلی. آقای اصغری بیا اینجا. بله یاور. بگدلی عمامه آمیرزا رو بردار. عمامه آمیرزا؟ امکان نداره. هر چی هم میخواد بشه بذاریم بشه. واسه سنار مواجب دینمو نمیفروشم. اصغری با این کارو بکن. عمامه آمیرزا؟ سرکار اصغری به دستورشون عمل کنی. نه. چرا معطل میکنی؟ عمامه رو بردار. از من بر نمیام. نه یاور نه. نمیتونم. کار من نی. نمیتونی؟ به موقع رسیدن. سلام آمیرزا.
سلام علیکم و رحمت الله. چی شده یاور؟ وطن پرست بیا که خوب اومدی. ببین تو این جمع جیگردار فقط تویی. میزداری ببین رفته حمامه گذاشته. برو این حمامشو بردار. منم مینویسم مهر میکنم یه ترفی بهت میدم. برو بینم. بذار امتحانی بکنم. ما مخلص شماییم امام میرزا. بشکنه این دسته اگه بخواد به شما بی حرمتی بکنه. همون خبتی که دفعه قبل کردیم واسه 7 پشت ما رو بس. برو آقا کریم برو. خداوند انشالله همه ما رو به راه راست هدایت میکنه. چی شد؟ چرا بر نداشتی؟ کار من نیست. کار تو نیست؟ بس تو هم تو زرد از آب در آمدی. اصلا تو چرا خودت نمیری حمامشو برداری؟ تا کی میخوای جنت مکان باشی؟ این بار کار خودت یاور. برو. من حالیت میکنم. دم در آوردی حمال بیشور. یابو ورد داشته؟ سر من داد نزن. همین کاری که گفتم میکنی میری حمامشو ور میداری. برو. آه بالاخره انداخت گردن خودت ها؟ تخم جنیه که لنگه نداره. بنده در اختیارم. باور کن جناب تدین دلم رضا نیست. جناب یاور خان شما میتونید عمامه منو بردارید ولی بدون دارید دین تو با دنیات معامله میکنید. بفرم. لا اله الا مرحبا. میدونستم که ته دلت مسلمونی. نشون دادی که برای جد من احترام قائلی. خدا خیرت. نه میرزا از منم ساخته نیست. حرف من گوش کن. بگو به من دستبند بزنن منو از تو بازار عبور بدن. چی میگه میرزا؟ وقتی عمامتو برده میدارم چرا دیگه دستبند بزنم؟ من خیرتو میخوام. وقتو تلف نکن به نفعت. بعدا عرض میکنم. اصغری. بله یاور. دستبند بزن دست میرزا. دستبند؟ صبر کن ببینم اصغری. دستبند برای چی؟ آقا میرزا خودش میاد. فضولی موقوف. اینجا من فقط دستور میدم به تو هم هیچ ربطی نداره. دستبند بزن دست میرزا از تو بازارم ردش کن. ببخشید آقا میرزا. به جدت قسم شرمنده. نگران نباش ما شما رو میشناسیم. کارتو بکن باش. حلاله میکنه آقا میرزا. محمد و آل محمد صلوات. صلوات دوم بلندتر خط کنید. عشرتون با مولا صلوات سوم بلندتر خط کنید. اما در صلوات فرست و بیامرزه. میرزا چرا؟ چرا دیگه نداره برادر؟ قربون جدت برم. چرا من رو آزاد کردی و خودتو به بند کشیدی؟ اهل و عیالتون بیتابی میکردن. چه توفیری داره؟ پس خانواده شما چی میشه؟ کار شما مشکل تر شد. سرپرستی خانواده من و آستلی آقا افتاد گردنشون. البته اجرش خیلی. سلام علیکم آقای تدین. سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید چرا شما اعلام نمی کنید که مجوز لباس روحانیت و حمامه دارید؟ اینجوری بود. شما چرا آقا احسان؟ جرم ما مخالفت با حکومته مثل همه علمای دیگه. میگه بقیه علما مجوز نداره. آقا میرزا بهتره که حرکت کنیم. بسیار خوب یه لحظه اجازه بدید. آمیزا
ممکنه تحمل حبس برای شما مشکل باشه. من سخت نگرانم. آمیرزا ولی بفهمید گفتم حبس پهلوی رو تجربه کنیم ببینیم اینجا چی میگذره. شاید بعدها کمتر دچار اشتباه بشیم. بفرمایید متفرق شید. بفرمایید برید سر کارتون، خبری نیست. برین شهربانی برین. یا علی ابن موسی رضا. آمیرزا بهتر را بیفته. بله خانم چیه؟ من صدا زدی؟ دارم ریشمو میزنم. بله. صورتتو پاک کن. اونجا رو نگاه کن. اونو میگی؟ بله خب اینم پایان مثلث میرزا رضا، مرحوم سیدعلی و ذبیح الله توکلی. شاخشون شکست خانم. ولی این ظاهر قضیه است. به نظر من تازه شروع شده. تو رو خدا سعی نکن منو بترسونی. مگه خودت نگفتی میرزا رضا فهمیده ترین مرد این شهره؟ چرا گفتم. هنوزم معتقدم توی این شهر میرزا رضا یک مرد استثنائیه. بفرمایید. صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد. کورشم رب میرزا رضا. به این ترتیب تو فقط تونستی سر مستخدمین دست به دهن دولت و یه مش عوام ناآگاه کلاه بذاری. به قیافه مضحک این مردم نگاه کن. کلاه‌های نوع اروپایی با لباس‌های فرسوده و نخنما. چه تناقض احمقانه‌ای. تو خسته ای. البته حقم داری. کار زیاد و پیشرفت کم مایوست کرد. نه، چه ربطی داره؟ برای موفقیت در هر کاری انگیزه لازمه. میرزا رضا انگیزش قویه. ما هم انگیزه داریم. فقط تو عجله میکنی. همه کارهایی که ما امروز میکنیم حاصل تلاش مشروطه خواهاست. خیلی از مردایی که در زمان مشروطه حضور داشتن در آرزوی دیدن همچین روزهایی مردن و ندیدن. فقط عده‌ای معدودی باقی موندن. مثل تقی‌زاده، پدر خودت، حکمت، مخبر السلطنه، محتشم السلطنه، فروغی، قوام السلطنه. همه این مردای مهم امروز امیدشون به ماهاست. ما هم باید امیدمون به نسل آینده باشه. 200 سال عقب موندگی از اروپا چیزی نیست که با احداث خیابون، چند تا مغازه، جاده شوسه یا راه آهن بشه جبرانش کرد. زمان میبره. خب مقصودم اینه که عده‌ای هم تو این راه به پول امکانات میرسن. مثل خود شاه. شاه دنبال منافع خودشه. فقط باید صبور بود. صبور. بریم تو عزیزم. ای بابا والا میرزا من تو کارهای شما موندم. حیرونم. آخه چی بگم به شما؟ گله کنم. بده این دستتون. به آقای توکلی خوب شد شما تشریف آوردین. ما قبلا به آمیرزا گفتیم. اجازه بدید اینو در میاد. یعنی ازشون خواهش کردیم آمیرزا یکم کوتاه بیا. به خرجشون نرفت. ایشون هم اگه دیروز عین شما یه تو که پا تشریف می‌آوردن جشن فرمانداری همه چی حل بود. امروز صبح همین که فهمیدم نیکوکار رفته دم منزل ایشونو بسکو کرده منم نرفتم تهران و اومدم که مانع بشم. حقش نبود سید اولاد پیغمبر رو اینجوری با دستبند تو بازار بچرخونن. حالا به موقعش نشونش میدم. خیال کرده چاقو دسته خودشو نمیبره. یاور باید بفهمه ما تو این شهر هوای همو داریم. خودت جای بودی چیکار میکردی؟ نیکوکار به وظیفش عمل کرده. آقا کریم ما هم یه چیزایی سرمون میشه. اختیار داری؟ نه
یاور یابو برش داشته. اون از سید علی، اینم از شما. به جون جدتون قسم. بالا غیرتا اینقدر جد ما رو قسم نخور. برو تهران به کارهای مهمت برس. آره کار مهم برای شخص مهم. بله چشم میرزا. میرزا آقای احسان. بله یه عرضی داشتم. ببخشید میرزا، یاور منتظر شماست. یه لحظه تشریف بیارین. بفرمایید. ببین آقای احسان، شما خودتون خدمتکار دولتی، بهتره که تو این قضیه خودتون بکشید کنار. به نفع خودتونه، ولی براتون گرون تموم میشه. اما گفتم بله ملتفتم. مرحمت زیاد. اینو ببر تحویل بده. بله من بیرون بایستید دارم ببندید. چشم قربون. خیلی خوشم بودید. بفرمایید آقا میرزا، بفرمایید. آقا میرزا، این چه حکمتی بود که فرمودید بگم به شما دستبند بزنم؟ خدا شاهده اصلا دلم نمیخواست. چی؟ آمیرزا فرمودن؟ آخه برای چی؟ مگه شما حواستون نیست کریم داره همه ما رو بازی میده؟ وقتی آقای نیکوکار عمامه منو برنداشت فهمیدم که میخواد از ایشون نقطه ضعف بگیره. اگر شما به من دستبند نمیزدی بلافاصله راپورت میداد تهران که شما به یک متهم ضد حکومت عزت احترام گذاشتی. من این بهانه رو ازش گرفتم. عجب جوالقیه. اون وقت قفه میاد که چرا به میرزا دستبند میزنی؟ پاک گوگیجه آلمانی گرفتم. معلومه چه منظوری داره. مثلا میخواد به مردم بفهمونه که هوای آقای تدین رو داره و دلش نمیخواد ایشون توقیف بشه. الان که داشت میرفت کارت میزدی خونش در نمیومد. آقای نیکوکار، این آقا کریم میخواد زیر پای شما رو شل کنه تا مرکز شما رو به شهر دیگه منتقل کنه. گفتیم که حواست جمع باشه. فلد چموش عجب حبخطیه. بشکنه این دست که نمکی نداره. پسرک وسه. چقدر کمکش کردم تا استخدام شه. شما خیلی مردونگی کردین. من از اینکه دستبند زدم به دستتون خیلی ناراحتم. مردم ما ندیدن که حکومت با آقای مدرس چه کرد، با حاج آقا نورالله عثمانی چه کرد. من میخواستم این مردم گوشه ای از رفتار حکومت رو ببینن. همین. کار شما همیشه درسته، ولی من چی کنم که دارم دیوانه میشم. خلقم بلا نسبت شما شده مثل سگ، شب خواب ندارم. قیافه اون سید علی هیچ وقت از نظرم دور نمیشه. احساس میکنم مردم منو به چشم یزید نگاه میکنن. یزید علل خصوص وقتی فرمودید اون مرحوم شهادت داده که من از قصد شلیک نکردم، جیگرم آتش گرفت. عذاب وجدان داری. شما با آذبی الله برو سراغ اهل و عیال آستالیابا، ازشون حلالیت بطلب. مطمئنم که اونا میبخشند. حالا میفهمم که شما چه جواهری بودین و هستین. به خدا میتونم اغماس کنم تشریف ببرید. پاشم وامیستم. کجا برن؟ ما کلی زحمت کشیدیم که بیام خدمت شما، حالا بذاریم بریم؟ به نظر من شما طبق قانون عمل کنید. الخیر فی ما وقع. واقعا که فوق‌العاده ای. بفرمایید خانم. فقط 10 دقیقه فرصت. بفرمایید.
سمسام تویی عزیز دلم، کجا بودی؟ یک ماش بود. جلو نیا، از خودم بدم میاد. بو گرفتم. تو رو به راهی؟ خوبی؟ ای هستم. بگو چه خبر؟ هیچی. این مدت من مدام پی کار تو بودم، به همه رو انداختم، به خانم مستشار نیا، به اون شادی بی‌معرفت، به زرین تاج، به همه. هیچ کس کمکم نکرد. فقط این مسیو جان گفت گره کارتون دست سرباز مختاریه. میدونم. حالا چه باید کرد؟ هیچی. مسیو جان بهم قول داد یه کاری بکنه من این جوانشیر رو ببینم، رئیس اداره سیاسی. گفت فقط جوانشیری که میتونه ترتیب دیدن من و مختاری رو بده. خیلی خوب، برو این آقای جوانشیر ببین چی میگن، چی میخوان. هرچی پول میخواه بهشون بده. من اگر اینجا بمونم میمیرم. اوه خدا نکنه. واسه چی اینقدر حرف مردم میزنی؟ خب آخه من که از دو تا دوره فرما و اون تیمورتاش مهمتر نیستم که. همچی سرا میکنن زیر آب که آب از آب تکون نخوره. ببین میگن جوانشیر فقط یک بار آدم میبینه، فقط یک بار. اگه کار انجام شد که هیچ، اگه نه دیگه هیچ کاری نمیشه کرده. ببین بهت گفته باشم سمسام، میدونم اینجا بهت خیلی سخت میگذره. الان داری اینجا حاتم بخشی میکنی، فردا اومدی بیرون دبه نکنی بیفتی سر جون منو. نه خیالت راحت. قول میدم هرچی بخوام میدم، فقط من اینجا بیام بیرون. خب من اجالتم به مسیو جان قول دادم وقتی اومدی بیرون اون سند صفویه بود، وقفیه مال آقا جونتینا، اونو بهش بفروشی. چی؟ تو قول دادی؟ معلقا هیچ میدونی اون سند چقدر میارزه؟ اون توی مملکت لنگه نداره. بیا همین الان زدی زیر حرفت. بابا ژان قول داده تمام و کمال همه پولشو پرداخت کنه. بابا سمسام میگه چیکار کنم؟ ای بابا اون یه سند خانوادگیه. من میخواستم اینو بدم به حسام. میدونم. جونت سلامت. از تو به حسام رسیده. بیا زودتر تا کسی نیومده این امضا کن. سیگارم رو داری؟ آره توش یادم میرفت. کلی هم برات آوردم به تحویل میدم. دست درد نکنه. چیه رقم نوشته؟ نه بابا فقط این تو قول میدی که معامله رو انجام میدی، همین. معلقا جان آدم روی قول و قرار پایه معامله رو مر. خیلی خوب مورم آوردی؟ آره زود باش. میگم تا با سرباز مختاری ملاقات نکردی مبادا اینو تحویلش بدی. میدونم بده. من هر کاری که بتونم مضایقه نمی کنم. میدونی که ازت دل خوشی ندارم. چه بلاها که سرم نیاوردی، ولی چه کنم؟ نمیخوام بچم سرفکنده بشه. جون عزیزت اومدی بیرون، این قولایی که دادی یادت نره ها.
مطمئن باش، قول دادن دیگه. ملوا جان بیام بیرون همه این سالا رو جبران میکنم. بباشید خانم، وقت ملاقات تمام. خیلی خوب الان میام. سامسون کاری دیگه نداری؟ برو به سلامت، یادت نره. خیلی خوب، مواظب خودت باشی وقت مریض نشی.